خوب بینندگان گرامی، گزارش خود را آغاز می‌نماییم از رقابت نهایی میان مردان. خوب البته این رقابت میان مردان تو عبدالصلاح خواهد بود. در فینال دو ورزشکار ایرانی برآمد خواهند کرد: سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی. چون که اشاره کردیم هر دو از جمهوری اسلامی ایران هستند و اکنون آنها برای به دست آوردن زینه اول تلاش می‌نمایند. تمرین میکنند در این حال سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی. هر دو ورزشکاران زیر 17 ساله هستند که توانستند بر رقیبان خود ظفر یافته به فینال راه یابند. اکنون باید خاطر رسانی کنیم که یک باره 4 فینال ما و شما را در پیش انتظار است. بعدا فینال صورت میگیرد میانی زهرا روباتی و ایسان زرعی از ایران بر مقابل ورزشکاران ازبک اعزازه یخشیلیکова و صوفیا زکیرова. بعدا ورزشکاران تاجیک خواهند برآمد برای اشغال زینه اول. البته تلاش خواهند کرد بر مقابل رقیبان قوی خود عیدا عنایتی و فردوس فروغی. و فینال آخرین روز باشد این بازی میان میرانبek محمد بیتف و عبدالودود مومنوف است که بر مقابل امیرعلی احمد لو و محمد متین قاسمی بازی می نمایند. در رقابت‌های دور نیمه نهایی ما بازی‌های جالب رو تماشا کردیم، مخصوصا رقابت آخرین که میان بانوان ازبک و ایرانی پس سر گردیده بود. رقابت جفتی و در فینال اینیال اکنون توجه میکنیم که بازی میان سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی چگونه صورت خواهد گرفت. خب آغاز میگردد رقابت. بینندگان گرامی، هر دو ورزشکار ایرانی هستند. امتیاز در حساب صورتی است. یک بر یک امتیاز برابر هستند. و اکنون توجه میکنیم که باز هم پیش سو میشود عادل صورتی. ضربه خیلی هم سخت میزند و یک فورهند حساب رو برابر میکند گلچین حسینی. این دفعه نیز همین گونه ضربه حسینی با او امتیاز می آورد 3-2. بازی خیلی هم برابر رفته ایستاده است میان این دو ورزشکاری جمهوری اسلامی ایران.
4-4. حسینی نتوانست که توپ رو از توری میدان گذراند. 5-4. بک ضربه زده شده است و حسینی باشد با فورهند به اون ضربه ها جواب میگوید. خیلی هم بازی طولانی گردید. 5-5. مرتبه دویم اکنون بازی برابر می شود. خب حسابی رقابت نقطهش برابر می شود و این دفعه نیز پیش صف گردید حسینی. هفت بر 6. خیلی هم تلاشی زیاد کرد عادل صورتی، اما نتوانست که ضربه اخیر رو دقیق اجرا کند. 8 بر 7 با برتری یک امتیاز پیش رفت است. بسیار هم خوب بازی کرده این حال حسینی. 8 بر 8 باز هم حساب برابر می شود. نزد توری میدان هر دو بازیگر خیلی هم خوب نرنمایی کردند. البته این بازی جالب بود. 10 بر 8. حساب 11 بر 8 می شود و امکانات دارند ورزشکاران تا اینکه یک دقیقه تنفس کنند، آب نوشند و ما امکانات داریم که بار دیگر توجه نماییم و بهترین لحظه هایی که تو این لحظه ها دیدیم
حساب 11-8 با فایده حسینی است. به موقع خود برمیگردند حسینی و صورتی. خب مخلصان آهسته آهسته به ورزشگاه آمده ایستادند. خب برای تماشای رقابت‌های فینالی ما می‌بینیم که حسینی نزدیک می‌شود به رقیب خود و هموطنش. حساب 10-11 است. این حال 11-11 برابر شد حساب. با بکهند رقابت رو آغاز میکند حسینی. در تمام بازی‌های فینالی امروزه ورزشکاران ایرانی هستند. منتخب ایران و ازبکستان سرانبازی استوار شده ایستادند در بازی‌های امروزه. سعید محمد گلچین حسینی این حال با برتری یک خل پیشرفت می شود از هموطنی خود. حساب این حال 13-13 است بینندگان گرامی در رقابت دو ورزشکار ایرانی. و بسیار هم ضربه‌های سخت سعید محمد گلچین حسینی را دیدیم. و این دفعه نیز پیشرفت می‌گردد گلچین حسینی. عادل صورتی با مثل حسینی بازی کرده این حال 14-14. پانزده و 14. اینک تحت موسیقی منتظر 15 بینندگان گرامی و عادل صورتی با پیش میبراید. موسیقی متنتن به صحنه هیئت داوران چمپیونات منتخبی آسیای مرکزی را تحت رهبری اصغر رحمانов سرداور مسابقه از جمهوری قزاقستان، فریبا مددی نایب سرداور از جمهوری اسلامی ایران و مسئول بدمینتون آسیا جناب
با حساب 16-16 است. حسام یک ضربه سخت میزند. خوب عادل سرعتی 17-17. حساب رقابت 17-17 است. گلچین حسینی کوشش کرده است که بسیارتر با همین نمود ضربه هایش از رقیب امتیاز بگیرد. این حال عقیب میماند. و 19-17. دو امتیاز دیگر لازم است برای عادل سرعتی جهتی در پایت اول پیروز گردیدن. 19-18. ضربه اول رو برگردانید عادل سرعتی و در پایت اول دست بالا میگردد عادل سرعتی بر هموطن خود. اکنون حساب 1-0 است و فایده عادل سرعتی و ست دویم آغاز میگردد. خب بینندگان گرامی اکنون
آغاز می‌شود پایت دوم در رقابت نهایی میان ورزشکاران تا 17 ساله سعید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی. هر دو ورزشکار ایرانی هستند، برای اشغال زینه اول تلاش دارند. حساب 1-0 به فایده عادل صورتی پس از انجام نیمه اول. بازی برابر بود در پایت یکم و ضربه های بسیار قوی رو از جانب گلچین حسینی دیدیم. ضربه های فورهندش خیلی هم قوی بودن. این حال برگردنده شده است ضربه ها رو حسینی و حساب رو 2-0 به فایده خود میکنه. حساب را برابر میکند گلچین حسینی، نه عادل صورتی، یعنی طرف حساب را برابر میکند. اکنون از کنار دیگر بازی کرده ایستاده است. موقع خود را عوض کردند ورزشکاران. سه بر دو حساب با فایده سعید محمد گلچین حسینی است. 4 بر 2 میکنه حساب، نه با فایده عادل صورتی نخترش حضور. پنج بر 2 خیلی با آسانی امتیاز آخرین خود را به دست آورد عادل صورتی. ضربه نزد گلچین حسینی، در کرد که توپ از میدان بیرون می شود. 4 بر 5 5 و 5 حساب برابر شد. توپ را راست به کنار راست میدان روان کرد عادل صورتی. 6 بر 5 پیشرفت است این حال عادل صورتی. امتیاز هفتم خود را هم به دست می آورد صورتی.
برتری 2 امتیاز و پیش صف است. 8 بر 5. هشت بر 6. و اینجا اشتباه میکند عادل صورتی. هشت بر 7. حساب 9 بر 7 شد اکنون. دو ضربه بسیار هم قوی زد گلچین حسینی، ولی ضربه اخیرش دقیق نبود. عاد با قید گرفته شد و امتیاز در حساب عادل صورتی است. 10 بر 7. امتیاز 11 را به دست می آورد عادل صورتی. 11 بر 7 و تنفس. رقابت ادامه میکند. هدف اساسی گلچین حسینی این برابر کردن حساب است، ولی او امتیاز میدهد بر رقیب خود. 12 بر 8. ده بر 9 می شود حساب. امتیاز 13 را هم به دست آورد سعید محمد گلچین حسینی. نه، عادل صورتی. نقطرش عادل صورتی این در اکران ما و شماست. نوین نفر با حساب 13 بر 9 پیش صف است. ضربه های خیلی هم سخت زد سعید محمد گلچین حسینی. آهسته آهسته با ضربه ها جواب گفت عادل صورتی.
13-10 аст истоб. چهارده ببینید که چگونه ضربه را برمیگرداند. گلچین حسینی با بدنش ضربه را برگردانید. شانزده حمله کرده شده است گلچین حسینی. امشب را هم به دست آورد حسینی. هفده و 11 آهسته نزدیک شده ایستاده است عادل صورتی. و این هول کمک میرساند البته توری میدان با عادل صورتی. از هم دستش عذر را میپرسد. نوزده و 11 است حساب رقابت. بیست و 11 و یک امتیاز دیگر لازم است برای عادل صورتی تا اینکه غالب گردد و همینطور هم میشود. خب بینندگان گرامی در رقابت سعید محمد، گلچین حسینی و عادل صورتی از جمهوری اسلامی ایران، هر دو که ورزشکار ایرانی بودند، عادل صورتی در دو پایت پیروز می شود با حساب 2-0 و قهرمانی چمپیونات منتخبی آسیای مرکزی اوید به بدمینتون میگردد میانی جوانان. مسئولین سوهای معارف شهر دوشنبه سراستی معارف خوش میکنم و نزد منبر بیایید.
خب بینندگان گرامی توجه میکنیم به فینالی نوبتی که میان دختران در سن سالی تو 15 ساله برگزار میگردد. جمهوری اسلامی ایران بر مقابل ازبکستان زهرا روباتی و ایسان زری از ایران هستند و اعزازه یخشلیکова صوفیا زکیرова از جمهوری ازبکستان در فینال برای اشغال زینه اول رقابت خواهند کرد. دوباره موقع خود را اشغال می نمایند. خوب ورزشکاران هم در موقع خود هستند و بازی نهایی اکنون شروع می شود پس از آماده شدن این چهار ورزشگر. هر چهار ورزشکاران با پیراهن‌های رنگ‌هایش یک خیله میدانداری خواهند کرد. خب الکی ما قبلا رقابتی منتخب‌های ازبکستان و ایران را مشاهده کردیم که ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران پیروزی به دست آوردند. و بازی دومی بازیگران ایرانی در فینال در رقابت جفتی میان مردان. خب جمهوری اسلامی ایران در بازی اول پیروزی به دست آورد. امیرعلی احمدلو و محمد متین قاسمی بر میرانبek مخمبتov و عبدالودود مومنوف ظفر یافتند. نوبت میرسد به دختران. رقابت ورزشکاران تو 15 ساله. خب اکنون بینندگان گرامی آماده هستند ورزشکاران جهت آغاز کردن بازی مذکور. توجه می نماییم که بازی میان زهرا روباتی، ایسان زری، اعزازه یخشلیکova و صوفیا زکیرova چگونه صورت میگیرد. آغاز می شود در رقابت. امتیاز اولین رو ایرانی ها مالی خود میکنند. الکی حساب 2-0 می شود. در حال حساب تغییر یافت.
сурати не онқадар баланд ин рақобат шурӯъ шуд. акнун оҳиста оҳиста варзишгарон албатта бозии худро қавӣ хоҳанд кард. нафасҳои аввали рақобат аст. 3-3. бартари як хол пешсаф аст. айни ҳол ҷумҳурии исломии эрон 4-3. 5-3 мешавад ҳисоб. каме ҳам сахттар зарбаро иҷро мекунад зареӣ. 6-4. аллакай се хол фарқият аст миёни варзишгарон. бисёр ҳам зарбаи сахт иҷро кард рӯбатӣ. 8-4. наметавонад тӯбро оҳиста аз тури майдон гузаронад зареӣ. 8-6. аллакай имтиёзи нувуми худро духтарони эронӣ ба даст меоваранд. 9-6. як имтиёзи дигар гирифта мешавад. 11-6 ва мисли ҳар вақта акнун ба обнӯшӣ мераванд варзишгарон барои супориш гирифтан аз мураббиёни худ. منتخب ازبکستان دو مربی دارد. هر دو این مربی در تمامی بازی ها اشتراک میکنند.
ادامه میکند رقابت پس از تنفس نه آنقدر طولانی. 11-6 دختران ایرانی اکنون امتیاز 12 خود را به دست میآورند. بر 7 است حساب با فایده منتخب ایران. زرعی ضربه قوی میزند و این امتیاز میآورد با ایران. 13-7. با برتری منتخب ازبکستان پایت اول صورت گرفته ایستاده است در فینال. یک ضربه خیلی هم سختی زرعی. باز هم چنین ضربه میزند. این دفعه باشد این رابطی بود. 18-9. امتیاز 19 خود را هم ایران به دست آورد. 19-10. بیست بر 10 و یک امتیاز دیگر لازم است برای ایران جهتی به انجام رساندن پایت اول با غلبه. نمیتواند به توپ رسد دختری منتخب ازبکستان و همینطور پایت اول با حساب 21-11 با فایده ایران به انجام میرسد. منتظر میشویم اکنون پایت دومی رقابت را.
пайти аввал ба фоидаи мунтахаби эрон ба анҷом расид. Ин ҳол бо ҳисоби 1-0 эрониҳо пешсаф ҳастанд ва акнун оғоз мешавад пайти дуюм. рақобати ниҳоӣ миёни духтарони то 15 сола. зоҳро роботӣ, айсан зараӣ, эъзоза яхшиликова ва софия закирова рақобат карда истоданд. роботӣ ва зараӣ пайти аввалро бо ҳисоби 21-11 ба фоидаи худ ба анҷом расониданд. хеле ҳам зарбаи сахт мезанад роботӣ. 4-1. پنج بر دو. زیره‌ای این حال چطور ضربه‌ها رو اجرا کرده است. ضربه‌های جوابی رو رابطی باشد در نزد توری میدان قرار دارد. حساب 7-2 با فایده منتخب ایران. این ضربه رو پس از بازیگزاری طولانی برگرداندن برای زکیرова خیلی هم مشکل بود. حساب 8-3. زکیرova باز هم موفق نمیگردد. این دفعه کمی هم عصبی گردید. بسیار هم عصبی است زکیرova. ده بر 4. با صوفیا زکیرova صحبت کرده است مربی. خب در لحظه‌های آخر ما مشاهده کردیم که زکیرova خیلی عصبی بود. یک چند خطاگی کرده زکیرova که باعث امتیاز از دست دادن منتخب ازبکستان گردیده بود. حساب 11 بر 4 است با فایده ایران.
чунин зарбаҳоро баргардонидан барои Зокирова ва Яхшиликова хеле мушкил аст. Восам чунин зарба ва ҳеҷ гуна имконият нест барои духтарони узбек. Чордаву чор. ҳабдаву чор. маълум аст ки барои духтарони узбек мушкил мешавад акнун баргаштан ба бозӣ. 75 ва Ӯзбекистон ҳам дур аст айни ҳол аз рақиби худ. 85. се имтиёзи дигар барои эрониҳо лозим аст. ҷиҳати дастболо шудан дар ин рақобат. алакай роҳбатӣ дарк кард ки ин гуна зарбаҳои қавиро баргардонидан қариб ки намешавад. ҳамин гуна зарба бисёртар зада истодааст. Зареи зарбаҳои ӯро мебинем. ва мисли роҳбатӣ албатта зарбаҳояш қавӣ нестанд. 26. ва як имтиёзи дигар. ҳамин тавр ба анҷом мерасад бозии сеюми ниҳоӣ миёни духтарони то 15 сола Зуҳро Роҳбатӣ, Айсан Зареӣ аз Эрон, Эъзоза Яхшиликова ва София Закирова аз Ӯзбекистон рақобат карданд. дар ду пайт пирӯзӣ ба даст оварданд духтарони эронӣ ва бо ҳисоби 2-0 Эрон рақиби худро шикаст дода зинаи аввалро ишғол менамояд.